مثال 484 трапеция додуштааст. خط DE این بیسیکتریس است. گفتگوی خودش ABCD سوزکان به دو تقسیم میکند. همه در نسب تصویر شده است. پریمتر ترپیس AB به C برابر است. بلندی اون رو یابید. یعنی همه چی دو در رسم است به غیر از که پریمترش C و این معلومات ها رو استفاده برده ما باید بلندی ترپیس رو یابیم. یعنی بلندی چی است؟ این خطی خمونم. یعنی این بلندی در همه جاش نش ممکنه 90 گرادوس. یعنی از اینجا هم کشیده میتونستم یا که از موبایل هم کشیده میتونستم استفاده میبرم. بیاین اول دو تا رو استفاده بریم. بیسیکتریس اول دو تا بیسیکتریس چی است؟ کنجی رو به دو طرز یعنی به دو برابر کنج رو به دو تقسیم میکند. تقسیم برابر A و A. بعد گفته که ترپیس برابر پهلو هم باز یک چی داده شده است. این طرف ها برابر پهلو. بعد یک قاعده کنجا هست. من میدونم که در ترپیس این قسمو پارالل و این کنجا هم باید A شود. این همچون قاعده Z حرف Z انگلیسی نگاه کنید هسته. در خطای پارالل این بین کوچ هم که علاقه هست. اینجا را گفتیم. یعنی اگر از اینجا نگاه کنید این سه کنجه برابر پهلو از اینجا چی میمونه؟ این دو طرف یعنی از اینجا معلوم شد که اینا یعنی آیه در اینجا نوشتم آیه برابری AD است که اون برابر به BC. از اینجا معلومه یک خط دو خط یعنی همه طرفا برابر هستند. تمام ناس اگر اینجا برابر باشد باز چی استفاده برده میتونه؟ در اینجا باز رومبی BCD BCD روم شد. روم چی بود؟ این هم یک پارالگرام است لیکن همه طرفایش برابر. روم همه طرفایش برابر. نیا کنیم رنگ دیگر انتخاب کنم. بگذار رنگ سرخ باشد. طرف برای طرف حاضر. اگر من اینجا رو X کنم طرف اینجا هم X میشد اینجا هم X میشد اینجا هم X میشد. باز گفته که این BCD این روم است. روم همه طرفش برابر است. یعنی اینجا هم X میشد اینجا هم X میشد. یعنی از بسیار X شد. از اینجا معلوم میشد که این سه کنجه برابر طرف این کنجهش هم A میشد. و از اینجا چی معلوم شد؟ من X ها رو یافته میتونم. این برای مثال کاری من لازم است. حاضر من میدونم که پریمتر ترپیس یعنی چند X است؟ 1 2 3 4 5 X است. 5 X برابر C و 1 X برابر 6. باز برای بلندی یافتم من فقط همین سه کنجه D A E رو استفاده میبرم. چون من طرفاشو میدونم کنجاشو میدونم. این سه کنجه برابر طرف و این استفاده من باید بلندی رو یابم. همین بلندی شد. این بلندی از سه کنجه مخصوص. اگر سه کنجه مخصوص دانید ما در نشد رنگ سیاه رو انتخاب کنم. سه کنجه برابر پهلو باید باشد. یعنی برابر طرف. اکنون دو رو نویسم. دو چی؟ یعنی من این سه کنجه AD رو استفاده میبرم. در اینجا علاوه دیگه نیستم برای فهمو بودم. AD همه کنجه 60 بلندی رو اگر کشم این کنجه هم 60 است. اگر من بلندی رو کشم اینجا 90 گرادوس و اینجا 30 گرادوس میشه. یعنی باز 60 میشه. و من میدونم که طرفا 6 اینجا 6 اینجا هم 6 و سه کنجه مخصوص در سوی مثال پیشین فهمیده بودم. دیده میتونید اگر روبروی 90 6 باشد روبروی 30 گرادوس باید دو مرتبه کمتر باشد 3 باشد و روبروی 60 این 3 ریشه 3 میشه. یعنی کنجه مخصوص استفاده برده یافتیم. یعنی با یه بار دیگر ما اول از روی داده شده ها یعنی برابری طرف و بیسیکتریس روم رو استفاده برده طرف های ترپیس رو یافتیم. X رو یافتیم 6 و بعد از این سه کنجه درونه ما بلندی رو یافتیم. بلندی رو از سه کنجه مخصوص یافتیم.